صدا میاد؟ یوتیوب یا یوتیوب؟ مکانی برای تولید محتوا. اصلا کی تعیین میکنه تولید محتوا باید حد و مرز داشته باشه؟ پس بریم. بچه‌ها یه مدتی بود که من تو کافه باریستا بودم و الان اومدم براتون با 5 تومن یه نوشیدنی بگم که بتونیم با نوشابه 25,000 تومانی درست کنیم. الان بریم درست کنیم. آره البته باریستا نبودم، چیز بودم، صندوقدار بودم من. درود دوستان، شما خیلی ازم درخواست کرده بودین که بازی گیم پلی رزیدنت ایول 3 رو با کامپیوتر زغالی و در داغونم انجام بدم براتون. گفتیم ما هم بچه‌ها دیگه درخواست زیادی میکنن براتون انجام بدیم. فقط بچه یه مشکل هست، این کیس ما روشن نمیشه. نمیدونم چرا کاغذم برای ما گذاشته که من به زور میتونم اون سایت هایی که شما برید و باز کنم. زرت هی جاتو میاند رابرت. سلام بچه ها، ما اومدیم تو ولاگ پارک از مردم سوالات بپرسیم ببینیم آیا از زندگی کنونیشون راضی هستن یا نه. اینجا یه آقا پسر نشسته، بریم ازش بپرسیم ببینیم از زندگی الانش راضی هست یا نه. سلام، خسته نباشین. سلام، ممنون. از زندگیتون همین لحظه راضی هستین؟ زندگی نمیتونه براتون با یه جمله توصیف کنین؟ برو اونورتر بگم، فاصله رعایت. بفرمایید. من الان نمیتونم واقعیتش بگم، چون همین الان که بگم 2 ثانیه بعد ماشین سیاه اونجا میاد منو ببره. متشکرم، خداحافظ. پشما. با من سنما دل یک دل کن. این مدلی حسم بهتر نشد و نتونستم بهتر به شما منتقل کنم. پس بریم با یه حس و ریاکشن های جدید. با من سنما دل یک دل کن. خب بچه ها ببینیم که مخاطبمون که وقتی ما رو تو اینستا میبینه از آهنگمون خوشش میاد یا نه. خوشت اومد؟ نه. این چطور؟ نه اصلا. خوشت اومد؟ نه این که بابا دوی